چند لحظه پیش از فرودگاه بین المللی دوشنبه به سمت مسکو پرواز انجام شد و این پرواز مسافرانی را برد که طی یک دو روز اخیر چپته ها در دست در فرودگاه سرسان و سرگردان بودند. قرار است شام امروز شرکت تاجیک ایر هم به خط سیر دوشنبه مسکو یک پرواز انجام دهد. فعلا در فرودگاه دوشنبه چندان مردم زیاد به نظر نمی رسند و اون نفرانی هم که حالا اینجا هستند بیشتر در پی دریافت چپته برای همین ساعت‌های نزدیک به سمت مسکو هستند. نیمی توجی که مای مارت اپریل تا مای میرفت کار کنیم. در اینجا نیست کار، همش گشتن. خیلی من ندیدم و آمدم بعضی همین آدما میگن که 6000 باشه میپری. یعنی نرخ بالا بردن. آخه 3000 نمیوان که بروانو 6000 اگه میوان. آژانسی اویاسیای گراژدانی تاجیکستان اعلام کرد که سر از 20 مارس همه پروازهای بین المللی از تاجیکستان قطع می شود و در فرودگاه دیگر تنها پروازهای داخلی انجام خواهند شد. صبح روز 20 مارس شرکت های هواپیمایی سومون ایر و تاجیک ایر اعلام کردند که به شهر مسکو پروازهای ویژه انجام می دهند. مسئولین تاجیک ایر به رادیوی آزادی تصدیق کردند که ساعت 18 روز هواپیمای آنها از فرودگاه دوشنبه به مسکو پرواز می کند. اما در نظر است که این هواپیما به فرودگاه دمدید و فرود آید، در حالی که دهها مهاجر تاجیک در دو فرودگاه دیگری مسکو شریمتیو و ونوکوو درمانده‌اند. با این حال فعلا تقدیر دهها مهاجر درمانده تاجیک در این دو فرودگاه نامور شده نامعلوم است. این مهاجران در صحبت با رادیوی آزادی گفتند آنها زمانی به فرودگاه رسیده به هواپیما سوار می شدند که تاجیکستان پروازها را قطع کرد. در نوارهایی که مهاجران به رادیوی آزادی فرستادند دیده می شود که دهها نفر در روی فرش فرودگاه خوابیدند و منتظر پرواز هستند. مقامات تاجیک تا حال درباره تقدیر مهاجران درمانده در فرودگاه‌های مسکو چیزی نمیگویند. معلوم نیست که این گروه مهاجران چگونه به تاجیکستان میرسند. حالا گفته می شود وضع هر لحظه می تواند تغییر یابد و احتمال دارد پروازهای مخصوص چارتری به مسکو و کشورهای دیگر هم راه اندازی شود.